خبرهای اقتصادی امروز 30 август در پیام تیوی. به دلیل افزایش درآمدهای انداز بودجه دولتی تاجیکستان با مبلغ 40 میلیون دلار بر زیاد اجرا شده است. حجم عمومی بودجه دولتی تاجیکستان از ماه‌های ینور ایول سال جاری بیش از 17 میلیارد و 900 میلیون سومانی، حدود بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. به اطلاع وزارت مالیه جمهوری، این نسبت به نقشه اصلاح شده درآمد بودجه 2.3% یا خود 411 میلیون و 400 هزار سومانی، معادل 40 میلیون دلار بیشتر است. اجرای برزیاد بودجه با افزایش درآمدهای انداز علاقمند است که حصه آنها در قسم درآمد 67.5% را تشکیل داد. نشان دهنده ها اساساً از روی انداز از ارزش علاوه شده، اکسیس و انداز از درآمد برزیاد اجرا شده‌اند. این هم در حالی است که از 1 ینور سال جاری کدکس نو انداز اعتبار پیدا کرد و معیار بعضی اندازها پایین رفت. گفتنی است سرچشمه‌های اساسی پر کردن بودجه تاجیکستان همیشه اندازها میباشند که سهم میانه سالانه آن در درآمد همیان اساسی کشور در 10 ساله اخیر از سال 2012 تا سال 2021 68% بود. تاجیکستان از اول سال جاری واردات ماشین ها را 16.5% افزایش داده است. بنا به معلومات خدمات گمرکی جمهوری، حجم واردات واسطه های نقلیات در 7 ماه سال جاری بیش از 221 میلیون و 900 هزار دلار را تشکیل داده است که نسبت به یک سال قبل 16.5% زیاد می باشد. تعداد واردات ماشین ها گزارش نشده است. طبق آمار در بازار ماشین های داخلی در این دوره با مبلغ بیش از 480 میلیون و 500 هزار سومانی ماشین فروخته شده است. صادرات ماشین ها با مبلغ بیش از 5 میلیون و 100 هزار دلار بوده، نسبت به یک سال قبل 2.7% کم شده است. در تاجیکستان افزایش ساختمان بناهای استقامتی مخصوصاً در بخش خصوصی به قید گرفته شده است که اساساً از بناهای استقامتی 1 و 2 آشیانه عبارت می باشند. طبق اطلاع کمیته معماری و ساختمانی کشور در ماه‌های ینور آگوست سال جاری، بناهای استقامتی با مساحت عمومی 683 هزار متر مربع به استفاده داده شدند که نسبت به همین دوره سال 2021 3.9% زیاد می باشد. بنا به اطلاع ریاست کمیته معماری و ساختمانی کشور، بناهای بسیار آسیانه اساساً از شهر و مرکزهای ولایتی که شبکه‌های کانالیزاسیون موجود است ساخته می‌شوند. از جمله در شهر دوشنبه در این دوره 105100 متر مربع منزل به استفاده داده شد که این 15.3% مساحت عمومی خانه‌های ساخته شده را تشکیل می‌دهد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان از 30 август مقرر نمود. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان، ارزش پول روسیه در بازار ارز کشور 100 روبل 16 سومانی و 60 درم قیمت دارد. حالا در بازار ارز 100 یورو 1025 سومانی و 12 درم نرخ دارد. اسعار آمریکایی باشد 100 دلار 1024 سومانی و 92 درم ارزش دارد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماهی آینده در بیرژه‌های اینترکانتیننتال اکسچنج و برنت فیوچرز لندن 102 دلار و 95 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماهی آینده در بیرژه‌های نیویورک مرکانتال اکسچنج و لایتسویت گراد اویل نیویورک 98 دلار و 90 سنت معامله شد. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه‌های لندن صبح امروز 1741 دلار و 18 سنت برای 1 اونس تعیین شد.